دوستان سلام، میخوایم آموزش نصب گلس نانوی KMT J7 رو توضیح بدیم. خب لوازم داخل پک رو من باز کردم از قبل. یک پد الکلی داریم. اول ابتدا مانیتور رو خاموش میکنیم تا کاملا گرد و غبار و کثیفی ها معلوم بشه. ما یک کاور شرکتی برای خود کارخونه داشتیم که اونو اول میکنیم با دستمال پد الکلی. کاملا به این صورت کثیفی ها یا آثار چسب گلس قبلی رو پاک میکنیم. خب مرحله بعدی یک دستمال میکرو کوچیک داخل خود پک هستش. با دستمال کاملا پاک میکنیم صفحه رو. خب وقتی کاملا با دستمال صفحه نمایشگر رو پاک کردیم و آثاری از خط و خش کثیفی پیدا نکردیم، به عنوان یه ترفند میتونیم از یه چسب 2 سانتی که به هم برش گردونیم و روی صفحه تون تون بکشیم که اگه پرزی گرد و خاکی هم هست برداشته بشه. خب دوستان، در این قسمت یه ورقه نازک مشمعی رو از روی گلسمون جدا میکنیم. از قسمت زرد رنگ گلس به اصطلاح تنظیم میکنیم روی مانیتورمون تا انتها. سعی کنید با دقت، با ظرافت، با اندازه‌گیری دقیق کاملا از بالا تلفن رو آروم آروم به سمت پایین بکنید. با کاردک، کارت آبربانک یا هر وسیله‌ای که به صورت کاردک عمل میکنه از بالا بکشید رو به پایین. سعی کنید خیلی با دقت انجام بدید. چسبا ضعیفه، ممکنه اینکه آشغال بره خیلی زیاده. خب دوستان، داریم به انتهای کار نزدیک میشیم. خیلی با حوصله، با ظرافت کاملا صفحه زرد رنگ رو جدا میکنیم. یه نکته حائز اهمیته، حتما از گلس های نانو استفاده کنید. فروشگاه ما انواع گلس، فول گلس های نانو رو برای تمام خودرو موجود کرده. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. به اشتراک بذارید. برای ثبت سفارش شماره من پایین کپشن نوشته میشه. از سایت میکا کارشناس، سایت ما میتونید به صورت معتبر خرید داشته باشید.